چرا سیب زمینی نمیخوری؟ نه اصلا من سیب زمینی دلم نمیخواد. دلم یه پیتزای بزرگ و پر پنیر میخواد که اینجا عمرن داشته باشه. چرا داره؟ بیا. وای عجب پیتزای چه پنیری داره. جادوگر شدی. ولی میگم کاش که قارچ سوخاری هم داشت. قارچ سوخاری دلت خواست؟ اونم داره وایسا. وای عجب قارچای توپل موپلی. تامسونه. میگم کاش که برگر هم میتونستیم بخوریم. نه برگر دیگه عمرن داشته باشه. نه یه دقیقه صبر کن. وای عجب برگره باحالی. شاید برگره باب اسفنجی میمونه. آره؟ ولی چی بهت بگم من چی؟ 1-2 هفته سرویس هات داگم کردم دیگه اونجا رو دیگه عمرن بیاره. چند ماه هست بچه؟ 6 ماهشه. وایسا اونم برد میرم. وای عجب هات داگایی داره. چه چیز مشتیه. ولی میگم میدونی چیه حواسه این چیپس پنیری هم کردم رو شیالن پنیر داره. بابا چقدر بد غذای همه اینا رو بخور دیگه. اونم میخوای؟ اونم میارم وایسا. وای باورم نمیشه. من اصلا چی کار داری میکنی؟